سلام خدمت همه دوستان. امروز میخوام توی اپیزود جدید آرت ژورنال راجع به یک سوژه خیلی خاص باهاتون صحبت بکنم، راجع به سبک دکوراسیون مینیمالیسم که میدونم به شدت پرطرفدار هست، ولی میخوام چند تا نکته راجبش بهتون بگم و ببینم همچنان قرار هست طرفدار این سبک بمونید یا اینکه نظرتون عوض خواهد شد. میدونید که پایه اصلی سبک مینیمالیسم این هستش که شما از اشیای اضافه باید دوری بکنید، یعنی فقط آیتم هایی که ضروری هست باید جلوی چشمتون باشه، در غیر این صورت همه رو حذف کنید، کنار بذارید، اونا رو بپوشید و هیچی دیده نشه. نقدی که به این موضوع وارده این هستش که این سبک چیدمان یه مقدار حالت نژاد پرستی داره به خودش میگیره. چرا؟ چون ما در جوامعی که عقاید ریسیستی یا همون نژاد پرستی رو دارن این موضوع رو میبینیم که یه سری افراد با یک سری ویژگی ها خوب هستن و باید دیده بشن و یه سری دیگه به هر دلیلی حالا زشت هستن یا به ما نمیخورن، بنابراین نباید اونا وجود داشته باشن. سوالی که مطرح میشه اینه که خب چه کسی اون زشتی و زیبایی رو قرار تعیین بکنه؟ نقد بعدی که به سبک مینیمالیسم وارد میشه این هستش که این سبک اصلا روح زندگی در خودش نداره، به خاطر اینکه تمام رنگاش بر پایه رنگ‌های نود هستش، رنگ‌های خاکستری و رنگ‌های کرم. خب شما اگه مدت طولانی فقط بخواید رنگ‌های روشن و سفید و کرم ببینید، از نظر فکری و روحی قطعاً خسته میشید. وقتی رفته علاقه و توجه از سبک مینیمالیسم کمتر شد، به جاش افراد علاقه بیشتری به سبک ماکسیمالیسم پیدا کردن. من یه پرانتزی همینجا باز کنم. دوستان، من نمیخوام بگم مینیمالیسم بده یا ماکسیمالیسم خوبه، چون جفت این سبک‌ها دچار افراط و تفریط هستن. زیبایی کار اینجاست که شما نکات طلایی هر سبک رو بردارید و محیطتون رو اونجوری که دلتون میخواد و بهتون آرامش میده طراحی بکنید. از بحثمون دور نشیم، میخوام بهتون چند تا نکته جالب راجع به سبک ماکسیمالیسم بگم. تعریف کلی این سبک که بتونید کامل باهاش آشنا بشید این هستش که این سبک میاد استایل های مختلف دکوراسیون رو در کنار هم جمع میکنه. بنابراین اگر عاشق رنگ های بولد هستین، عاشق پترن های مختلف هستید، این سبک برای شما یه سبک پرفکت خواهد بود. چیزی که خودم خیلی در مورد این سبک میپسندم این هستش که شما وقتی وارد یک محیطی میشید که با سبک ماکسیمالیسم دیزاین شده، شما کلی اشیاء خاص میبینید که شاید به طور عادی اونا رو توی هیچ مغازه و شاپینگی پیدا نکنید و هر کدوم از اون وسایل روایتگر یک داستان خاص برای خودشون هستن. بیایید از یک سری رنگ‌های استفاده بکنید که در یک تونالیته رنگی قرار نگرفتن. یعنی چی؟ یعنی بیایید رنگ نارنجی رو در کنار رنگ آبی استفاده بکنید. بیایید رنگ صورتی رو در کنار رنگ سبز استفاده بکنید. اینجوری باعث میشید که محیطتون خیلی چشمگیرتر باشه. یه کار فوق‌العاده هنری هم که میتونید تو این سبک انجام بدید این هستش که برای خودتون گالری وال بسازید. یعنی یک دیوار خیلی بزرگ از محیطتون رو انتخاب بکنید و روی اون انواع تابلوها رو قرار بدید و چیدمان کنید. زمانی که این کارم انجام بدید به محیطتون شخصیت میبخشید. یه نکته طلایی هم اینجا بهتون بگم. سبک ماکسیمالیسم به سبک بوهمیان خیلی نزدیکه، ولی یک تفاوت عمده و اساسی داره که این دوتا سبک رو از هم متمایز میکنه. توی سبک بوهمیان ما میایم از وسایل کلاژ شده و پتینه شده خیلی استفاده میکنیم، ولی سبک ماکسیمالیسم از وسایل لوکس استفاده میکنیم، یعنی اشیای لاکچری به کار میبریم. خب دوستان، امیدوارم که این توضیحات رو دوست داشته باشین. خیلی دلم میخواد نظرتون رو راجع به مطالبی که خدمتتون ارائه کردم توی کامنت ها برای من بنویسید. روزگارتون خوش.